درس دیگری که ما باید از ماه شریف رمضان بیاموزیم این صدقه دادن است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه بیشتر از دیگر ماه ها کرده صدقه می دادند. اگرچه رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبیعتا سخاوتمند بودند، چونکه حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه هنگامی که نو ایمان آورده بود می گفت محمد یعطی عطاء لا یخشى الفقر ابدا. رسول خدا آنقدر دست بخیر است که هرگیز از تنگ دستی نمی ترسد. و همین که ما و شما را امر کرده است یا اینکه تشویق کرده از صدقه فطر بدهیم، این به خاطر آن است که ما و شما را صدقه دادن را بیاموزد. اگر چنده که صدقه فطر کمبودی های روزه ما و شما را جبران می کند، در حالت دیگر این درسی است به خاطر آموختن صدقه دادن. و هرگیز مال و دارایی از صدقه دادن کم نمی شود، چونکه هنگامی که ما و شما صدقه می دهیم ملائکه هایی هستند که دعا می کنند در حق آن کسی که صدقه می دهد که الله تبارک و تعالی مال و دارایی این بنده را زیادتر بگردان. و هر کسی که تنگ دستی می کند، هر کسی که نمی خواهد که صدقه می دهد و برای اون دعا می کنند که پروردگار مال و دارایی این شخص را کم بگردان. و در هنگامی که ما و شما صدقه می دهیم یا اینکه زکات می دهیم، این ما و شما را پاک می سازد. الله سبحانه و تعالی می فرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. از مال و اموال آنها صدقه بگیر، زکات بگیر، تا اینکه آنها را پاک بسازی. آنها را از گناه پاک می سازد و مال و دارایی که داریم آن را پاک می سازد. و صدقه دادن این شکرانه نعمت است که سبب زیاد شوی مال و دارایی می گردد. الله سبحانه و تعالی می فرماید ولئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکرانه نعمت می کنید لازیدنکم، من همان نعمت را زیادتر می گردانم. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند.